در نمودی سوال است اینجا این یک چند نمودی رو هست. یا کنیم از اینجا ما x رو باید یابیم. برای x یافتن چیکار میکنیم؟ قاعده سه-کنجی رو استفاده می‌کنیم. بیاین یا کنیم دو کنجی درونه با یک کنجی بیرون برابر است. در اینجا ما سه-کنجی شکل می‌دیم. بیاین سه-کنجی رو تشکیل کنیم. سه-کنجی اگر ما این خط رو کشیم نکنید اگر من h سه-کنجی a به h داریم ما دو کنجی درونی آن 4x و یک کنجی بیرونه برابر است. و این 5x برابر است. از این سه-کنجی d h c اگر رویم دو کنجی درونی او یعنی 5x و 2x به 112 برابر است. یعنی 5x جمع 2x برابر است با 112 و از اینجا میدونیم که این 7x برابر 112 اینها رو باید تقسیم کنیم. از اینجا x برابر چند میشود؟ 116 یعنی 112 تقسیم 16 برابر است. از اینجا باید x رو باید یابیم. دیگر هم کنجی رو یافته میتوانیم.